باید گفت که شاهنامه نه تنها نزد ایرانیان ارجمندی داشته است. پاسداشت حکیم پارسی گوی ایران در پایتخت ترکیه، آیینی با نام جهان فردوسی به میزبانی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روز حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی با همکاری سفارت افغانستان و سفارت تاجیکستان و اساتید محترم دانشگاه‌های ترکیه همایشی رو اینجا برگزار کردیم. ما وظیفه داریم که به عنوان میراثداران این فرهنگ غنی تلاش کنیم که از ادبیات و هنر و فرهنگ خودمون برای ارتباط با ملل دیگر، ارتباط با فرهنگ‌های نزدیک و فرهنگ‌های دور استفاده کنیم. در این آیین علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی از کشورهای فارسی زبان تاجیکستان و افغانستان در وصف فردوسی و اثر گرانبهایش سخن گفتند. فردوسی شرف و افتخار تمدن جهانی است. فردوسی و شاهنامه او برای مردم تاجیک و فارس هم معنایند. زیرا هنگامی که اسم فردوسی به زبان گرفته می شود ما شاهنامه را به خاطر می‌آوریم. شاهنامه خوانی در افغانستان باید در حوزه علمی فرهنگی که افغانستان امروزی مربوط آن است از سالها قبل از ظهور شاهنامه ادامه داشته است. برایت تاریخ شاهنامه خوان‌هایی بودند که اسطوره‌ها و داستان‌های تاریخی را در محضر عام به خوانش می‌گرفتند. اساتید زبان فارسی دانشگاه‌های ترکیه هم فردوسی را بزرگترین ناشر و مبلغ شعر و ادب فارسی در فراسوی مرزها به ویژه کشورهای همسایه ایران قلمداد می‌کنند. فردوسی در دانشگاه‌های ما به خصوص در رشته‌های ادبیات فارسی یه جایگاه مهمی داره. چرا؟ از اینکه او 1000 سال پیش با زبان ساده و روان ابیات گفته کتاب بزرگ شاهنامه را سروده است. آثار فردوسی و دیگر شعرای فارسی زبان ایرانی در گنجینه ادبی کتابخانه‌های ترکیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. آثار فردوسی برای نخستین بار در ترکیه 96 سال پیش به زبان محلی ترجمه، چاپ و به عنوان درس در مراکز آموزشی ارائه شده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.